دیگه سس شکلاتی رو از بیرون نخر. با دستور امروز میتونی به راحتی کیکاتو کاور کنی و همچنین دونات شکلاتی درست کنی. برای شروع نصف پیمانه پودر کاکائو رو به همراه یک قاشق مرباخوری آرد سفید و 3/4 پیمانه شکر داخل یک ظرف بریزید و همه مواد خشک رو با همدیگه مخلوط کنید. سعی کنید که گوله‌ای داخل این مواد نباشه. و همچنین سعی کنید که از پودر کاکائو خوب و مرغوب استفاده کنید تا سستون خوشمزه تر بشه. و سپس 1 و 1/4 پیمانه شیر سرد رو به مواد خشک اضافه کنید و خوب هم بزنید تا اصلاً گوله‌ای داخلش نباشه و پودر کاکائو و آرد و شکر با شیر کاملاً قاطی بشن. و بعد هم به این موادمون 1 قاشق غذاخوری کره آب شده اضافه کنید و باز هم بزنید. در آخر هم نوبت اضافه کردن وانیله که میتونید از نصف قاشق چایخوری وانیل پودری یا 3 تا 4 قطره وانیل مایع استفاده کنید. همه مواد رو داخل یک تابه مناسب بریزین و روی حرارت کم بذارین. توجه داشته باشین که حرارتتون نباید زیاد باشه و مدام باید هم بزنید. حدوداً 5 تا 6 دقیقه طول میکشه تا سستون به غلظت برسه. فقط باید حواستون باشه که این سس بعد از اینکه سرد میشه یه مقدار هم سفت‌تر میشه. میزان غلظت سس رو میتونید توی تصویر ببینید که مثل یک ماست همزده شده. وقتی که به این حالت رسید دیگه حرارت رو خاموش کنید. سس رو بهتره همونطور که داغ هستش به یک ظرف مناسب انتقال بدین و بعد هم اگر میخواین همون موقع استفاده کنید روشو یک سلفون بکشید. سلفون باید دقیقاً به خود سس چسبیده باشه تا اینکه سستون روی نبنده یا اینکه داخل یک ظرف مناسب بریزین و تا 1 تا 2 هفته میتونید از این سس استفاده کنید. فقط کافیه که یه مقدار قبلش گرمش کنید تا از اون حالت سفتی در بیاد. برای بالا بردن طعم و کیفیت این سس میتونید بهش 1 قاشق غذاخوری خامه صبحانه یا 50 گرم کاکائو خرد شده اضافه کنید. از این سس میتونید برای روکش کردن کیک‌ها و همچنین دونات شکلاتی استفاده کنید. من خودم برای دونات استفاده کردم و عالی شد. دستور تهیه این دونات رو هم میتونید توی این کانال ببینید.